سرخط موضوع امروز 30 август توجه کنید. پیوندان اسمت اوولی که زمان پرزیدنت کشور رحمان نبیف را به استعفا مجبور کرده بود از امام علی رحمان عفو او را درخواست دارند. در 4 ماه یک مرتبه می‌درویم پیش پدرم آزاد و لیکن سلامتیشان خوب نیستند. آزادی را حمایت میکنیم و رشد میدیم. ملاقات پرزیدنت قرقیزستان با مدیر کل رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیشکک. و همه به درس وزارت معارف دستور داد که خوانندگان و آموزگاران 1 سپتامبر به مکتب حاضر شوند. والدین چه میگویند؟ چیزاشون بود کردگی نیستیم، همش بود میکنیم. بعد روز دوشنبه به درس روان میکنیم، میبریم. نزدیکان یک زندانی معروف از پرزیدنت تاجیکستان میخواهند که گناهش بخشیده شود. اسمت الله حبیب‌اللهیف مشهور با لقب اسمت اوولی نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان نبیف را گروگان گرفته و او را به استعفا وادار کرد. او 19 سال باز در زندان است و حکمش سال 2024 ادامه شود. همسر و مادر حبیب‌اللهیف پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اوولی به جنایت‌های سنگین عیبدار می‌گردد. میرزا نبی خالقزاد موضوع رو ادامه میدهد. نزدیکان اسمت الله حبیب‌الله یکی از زندانی هایی که با مدت طولانی محکوم شده است از طریق رادیو آزادی با پرزیدنت تاجیکستان و هم سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردند که از 25 سال زندانی که 19 سال او را سپرده است عفو کرده شود. همسر اسمت الله اوولی دیروز در صحبت با رادیو آزادی خواهش کرد که پرزیدنت تاجیکستان یک بار دیگر به پرونده او بازنگری کند و در نسبت او رحم و شفقت نشان دهد. نقض ما خبرگیری می رویم، چه شکایت ندارم، همان نقض. ما می خواهیم که یک بار دیگر کاری همی را دیده برایند. پرزیدنت جمهوری میگویند که ما نمیدونیم، ما میگویند امنیستی می شود. در همین امنیستی می خواهیم که همین و 2001 همی را دیده برایند. عفی همی را دیده برایند. ما هم خواهش داریم. اسمت اوولی که این نام برای دایره های گوناگون تاجیکستان مشهور است در سال 2002 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شد که امسال یعنی در سال 2019 این 19مین سال از دوره اجرای جزای او میگذرد و ضمناً خانواده او جدا میخواهند که در نسبت او رحم و شفقت از طرف پرزیدنت تاجیکستان ظاهر شود و او با آزادی و نزد خانواده‌اش برگردد. رو می‌رویم به موضوع دیگر. روز گذشته در بیشکک ملاقات جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با سورونبوی جیمبکوف رئیس جمهور قرقیزستان برگزار شد. جیمبکوف گفته است در منطقه قرقیزستان کشوری است که وضع آزادی بیان در آن نسبتاً بهتر دانسته می شود. همزمان سورونبوی جیمبکوف از رادیو آزادی به عنوان رسانه بی‌طرف یاد کرده است. بعد انجام ملاقات جیمی فلای با دریا تیموفیوی و خبرنگار تلویزیونی نسایش وریمیا هم صحبت شد. روز بخیر جناب فلای، دقیقاً چند لحظه پیش ملاقات شما با پرزیدنت این کشور انجام یافت. تأثیرات شما از این دیدار چی است؟ این خیلی تاثیربخش است که در قرقیزستان پرزیدنت آماده است آزادی بیان و گوناگون رنگی وسایل اخبار عامه را پشتیبانی نماید. رادیوی آزادتک امکان فعالیت آزادانه را در اینجا دارد و ما این را قدر میکنیم. دفتر قرقیزی برای رادیوی آزادی جایگاه خاص دارد و من از پرزیدنت دعوت کردم که دستگیری از رسانه‌های مستقل را ادامه دهد. تا جای ما میدانیم شما در گرفتن روابط با تاجیکستان مشکل داشتید. مقامات قرقیزستان سفر شما را چگونه قبول کردند؟ مقامات این کشور به نهایت مهمان نواز بودند. این هم باز یک شهادت فعالیت موفق بخش قرقیزی رادیوی آزادی است. این از باز بودن سیاستمداران و جامعه قرقیزستان دلالت می‌کند. در قیاس با ژورنالیستان کشورهای همسایه، ژورنالیستان در قرقیزستان می‌توانند بدون هراس داشتن از آنکه بازداشت می‌شوند و یا تهدید می‌گردند، کار خود را انجام می‌دهند. نتیجه های ملاقات شما با سورونبوی جیمبکوف چگونه بود؟
نگرانی اساسی من در اینجا در بیشکک بیشتر در مورد تلاش برای کاهش دادن اهمیت تحقیقات ژورنالیستی بخصوص در سمت کروپسی است. به اندیشه من همکاران ما ناعادلانه مورد حمله لفظی رسانه‌های دیگر قرار گرفتند. ما از آن نگران هستیم که در فضای مطبوعاتی قرقیزستان حمله ها هرچی بیشتر می شود. اما صرف نظر از همه این ما به انجام تحقیقات های جدی و فاش نمودن کروپسیا ادامه خواهیم داد. به نظر من بعد از صحبتی که با پرزیدنت کشور داشتیم، مقامات تلاش های رسانه ها را در مورد آشکار کردن فساد در همه زمینه ها حمایت می کنند. در هفته جاری شما اینچنین از تاجیکستان و قزاقستان دیدن کردید. از این سفرهایتان قناعتمند هستید؟ من در این سفر به این کشورها امکان گفتگو با ژورنالیستان رادیوی آزادی را داشتم. باید اقرار شد که وضع این کشورها ما را بیشتر از همه نگران کرده است. در تاجیکستان ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی من مسئله آن را مطرح کردم که چرا بیورو تحت اذیت است. مقامات به ژورنالیستان با محروم نمودن از اکریدیتاسیا تهدید میکنند. برای ما این قابل قبول نیست. در قزاقستان به ژورنالیستان حمله صورت گرفت، اما پلیس این قضیه ها را تحقیق نکرد. این شرایط نامساعد برای کاری وسایل اخباری عموم است. تلاش های برای محدود کردن فعالیت رسانه ها و جلب ژورنالیستان به جوابگری جنایی انجام می شود. من از آن به نهایت خرسند شدم که کارمندان ما در بیشکک تماما در شرایط دیگر فعالیت می کنند. من امیدوارم که وضعیت به سمت منفی تغییر نمی کند و قرقیزستان در منطقه نمونه باقی می ماند. شما دورنمای فعالیت بخش آسیای مرکزی رادیوی آزادی را چگونه ارزیابی میکنید؟ من با ژورنالیستان آسیای مرکزی واخوردم تا شخصا حمایت خود را از آنها بیان نمایم. من آنها را متقاعد کردم که رادیوی آزادی از مبارزه آنها با تهدیدهای بیرونه پشتیبانی میکند. من فکر میکنم بخش‌های آسیای مرکزی امکان زیادی رشد را دارند. من امیدوارم در منطقه‌ای که دسترسی به پایگاه رادیو آزادی محدود بود، در آینده آن باز خواهد شد. به فکر من کامیابی ازاتیک و رسانه‌های دیگر شهادت آن است که جامعه به اطلاع نیاز دارند. یعنی این وضعیت بیانگر آن است که مردم می‌خواهند به اطلاع از رسانه‌های مستقل دسترسی داشته باشند و آن خبرهایی را بدانند که از دیگر جا گرفتن نمی‌توانند. بینندگان عزیز، این صحبتی همکارمان از تلویزیون نستایش وریمه با مدیر کل رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بود. هرچند امسال 1 سپتامبر با یکشنبه راست آمد، در تاجیکستان روزی دانش برگزار خواهد شد. وزارت معارف از مسئولان در منطقه کشور طلب کرد که در این روز حضور خوانندگان و آموزگاران را در مکتب تامین نمایند. چون این تصمیم البته بحث را برپا کرد، ولی در وزارت معارف گفتند این موضوع جای نگرانی ندارد، چون این روز را از حساب روزهای دیگری هفته جبران میکنند. سرویناز روح الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش آماده نمودند. برخلاف آن که امسال 1 سپتامبر به روز یکشنبه که استراحت است راست آمد، وزارت معارف و علم تاجیکستان خوانندگان و دانشجویان و استادان را به مکتب دعوت کرد. مسئولین وزارت میگویند به جای آن روز 7 سپتامبر یعنی شنبه آینده روز استراحت مقرر کرده شود. آموزگاران و خواننده ها میگویند برای اشتراکشان در روز اول تحصیل دستوری وزارت معارف صادر شده است و نمیتوانند آن را صرف نظر کنند. خیلی با کار روز دوشنبه میشه سازتر میشه. والدان میگویند هنوز تمام جهاز مکتبی فرزندانشان را خریداری نکردند. اما چیزاشون بود کردگی نیستیم، همش بود میکنیم. بعد روز دوشنبه به درس روان میکنیم، میبریم. مثلا چیاشون اولی نخریدن؟ روز ما سمکات فلیوشون امروز اولی نخریدیم. این تصمیم وزارت معارف و علم در شبکه‌های اجتماعی باعث به واکنش‌های گوناگون شده است. برخی آن را پایمال کردن حقوق آموزگاران و خوانندگان دانستند، ولی برخی دیگر میگویند عادت شده است که کسی در روز یکشنبه به تحصیل نمی‌رود. اکثر همصحبتان رادیوی آزادی که برخی حتی این خبر را از ما شنیدند، اظهار ناراحتی کردند و گفتند در یک روز کسی دانشمند نمی‌شود. روز یکشنبه اگر درس شود با خوبتر می‌شود. اما به نظر می‌رسد که خودی مکتبخوان‌ها از این خبر خوشحالند. معلمم را بسیارتر یاد کردم، مکتبم را، هم‌صنفمان را.
اما این تصمیم وزارت را برخی هم به مشکل دیگر ربط می‌دهند. آنها میگویند در حالی که سر و صداها اطراف پولسیتونی از خوانندگان صنف‌های یک شنیده می شود، وزارت هم می‌خواهد این بحث به طرف دیگر کشیده شود. در روز استراحت درس اعلان کردن وزارت معارف بار نخست نیست. 2 سال پیش هم که مسلمانان تمام جهان عید قربان را تجلیل می‌کردند، هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو در تاجیکستان به تحصیل جلب شده بودند. در تاجیکستان شمار خوانندگان مکتب‌ها حدود 2 میلیون است. در حالی که در تاجیکستان بحث اطراف روز درسی یا استراحت شدن 1 سپتامبر میچرخد، در افغانستان صدها کودک هر روزشان مبارزه است به خاطر پیدا کردن برده نان برای زنده ماندن و آن هم از پرتابگاه ها. طوری برخی از این کودکان میگویند گاه بر سر تومه با سگ‌ها نیز در نبرد میشوند. گزارش رقت‌آور عبدالله اشرف را با هم تماشا میکنیم. این کودکان در جستجوی غذا عازم پرتاگاه کابل شدند. تلاش برای غذا شغل اساسی شمار زیاد عائله‌های بجا شده در پایتخت افغانستان می باشد. گلاله 12 ساله برای یک پاره نان با سگ‌های دیدو هم جنگیده است. سگ‌ها ما را پیش میکنند، بعضا میگزند. یک روز سگ از پایم گزید. در شفاخانه مرا معالجه کردند ولی هنوزم پایم درد میکند. گلاله همراه با اهل عائله‌اش از ولایت کاپیسا به کابل آمده در اردوگاه تگاب که یکی از 60 اردوگاه پایتخت افغانستان است مسکون شدند. رئیس غیر رسمی این اردوگاه انهرگل میگوید آنها به دستگیری حکومت نیاز دارند. وضع ما ناگوار است. روز به روز بدتر می شود. ما برای معالجه بیماران پول نداریم، نه غذا داریم نه مواد سوخت. چند سال اخیر از حکومت کمک نگرفته ایم. ما به مکتب و شفاخانه دارای ماشین های طبی نیاز داریم. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در افغانستان نزدیک 2 میلیون مردمی بیجا به سر میبرند. بعضی سازمان ها اصرار می‌ورزند که شمار مهاجران داخلی از آن هم بزرگتر است. جنگ و ناآرامی و آفت‌های طبیعی هزارها عائله افغان را به ترک مکان زیست دائمی‌شان وادار کرده است. بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان شمار مردمی بیجا شده را افزایش داد. یار محمدی 12 ساله نمونه از 13.5 میلیون ساکنان افغانستان است که روز تنها یک دفعه به غذا دسترسی دارد. من به بیناهای بی‌صاحب رفته غذا و آهن پاره می‌کوبم تا آن را فروشم و برای تحصیل وقت ندارم. چرا پدرت کار نمی‌کند؟ پدرم معتاد مواد مخدر است. من او را صبح پیش از نماز به جستجوی غذا میفرستم. هر چیزی که بیارد غذای کودکان دیگری این عائله است. اگر او چیزی نآورد ما به غذا میمانیم و کودکان از گرسنگی میگیرند. یک ماه اخیر ما روغن هم نداریم. من لباس نمیخرم. مردم لباسی دریده مرا دیده و من لباسی کهنه خود را تحفه میکنند. مردمی بیجا شده از این نوع کمک نیز خوشحالند ولی آن کافی نیست. فردا باز روز می شود و مبارزه برای دریافت یک برده نان از سر گرفته می شود. و در نویه جرم ولایت بدخشان یک جنگی تاجیکستانی کشته شده است. در این باره امروز وزارت دفاع افغانستان خبر داد. از این شهروند تاجیکستان فتح‌الله نام برده می شود. طبق خبر در حمله هوایی 10 نفر از طالبان نیز کشته شدند. مقامات تاجیک تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز بود. با سپاس که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. گزارش و نوارهای از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود و البته صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال می باشند. طوری شما میدونید فردا برنامه خبری نداریم. برای شما بینندگان عزیز استراحت با فراغت می خواهیم و در هفته نو ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهدار.